بیماری روحی در حالت زیاد می شود که کثرت و کثافت های همون جادوگرها و فالبینا زیاد جادوگری کنند، بعد بیماری روحی زیاد می شود. متاسفانه اونا خود کافر هستند. همه جادوگر فالبین کافر است، مسلمان نیست اگر ریش سلام داشته باشد. حالا برای مردم فریبی ریش سلام میگذارند و که هیچ کارهایی نمیکنند، خود را اولیا میتراشند، لیکن کافرند. کسی که غیب میگوید و دیگران رو به همین غیب گفتن جلب میکند و فالبینی و جادوگری میکند، اون کافر است. زنش حرام است، باید توبه نصوح کند، از سر نو باید زنش رو نکاح کند است. احتیاط باشید. و هر مردی که پیش فالبین یا جادوگر میرود زنش طلاق میشود، خانهش حرام میشود، باید دوباره کلمه عرضه کند، زنش رو باید دوباره نکاح کند. این گفته من نیست، گفته خدا و رسول خدا هست. احتیاط باشید. خصوصا خواهرها زنها زیاد میروند. وقتی که پیش فالبین رفت، اون فالبین رو باور کرد، کافر میشود. باید که بیاید بگوید که شوهر من کافر شدم، حالا بیاید از سر نو باز نکاح کنیم، برسونید به اهل و خانواده و زنها. چرا که زنها زیاد مراجعت به همون فالبینا و جادوگرها. حالا یک جوگی آواره سرسانی سرگردانی که خود آواره و سرگردان است، ناکام و بدبخت است، در بدر است. بعد میگه بیا فالت بینم، از کف دستت بینم، نمی چی ببینم، چی کار کنم. 4 جمله بفته ساخته خطی میگیرد، اینا کافر میکنه. او یک بدبخت است. چرا چگونه تو رو خوشبخت و کامیاب کنه؟ هی عقل کجا هست؟ برای احتیاط باشیم. احتیاط باشیم. وقتی که جادوگری و فالبینی زیاد شد، تشویش‌ها و بیماری روحی اینو زیاد میشود. خدا هدایتشون کنه.